گفتش حتما دانشجو. پول داشت درسته؟ از اینجوری ها بود. بکی کی بود دانشجو؟ تو گفتی اون؟ اون گفت. توی دانشجو اصلا لپتاپ هم داره تو کیفش. خب رفتیم و تا ما پیاده شدم دویی بشیم. فرار کرد و امیر رفتش با موتور. رفتش این از پشت گرفتش. تو پیاده شده بودی؟ آره. تو پیاده شده بودی؟ من پیاده شده بودم. تو پیاده شده بودی؟ که برو کیفو بگیر. آها. اول تو پیاده شدی بعد امیر شدی آره؟ نه من پیاده شدم تا جلوش پیاده شدم فرار کرد. خب بعد امیر رفت دنبالش. آره. خب بگو رفت دنبالش با موتور از پشت گرفتش، از پشت لباسش گرفت. خب بعد تو رسیدی؟ بله. خب بعد چی شد؟ من رسیدم کیفو گرفت گفتش کیفو بده گوشیو بده. دانشجوام. کیفو بده گفت دانشجوام؟ آره گفت دانشجوام کیفو بده گوشیو بده. به شما گفت؟ آره. من گفتم نه گوشیو بده کیفو بگی. حتی من بهش گفتم می‌کردم. تو نه کیفو بگی گوشیو بده. تو گفت لپتاپه؟ دانشجو گفت لپتاپه؟ نه خب کیفو بده گوشیو بگی. من داشتم کیفو میاد گوشیو بگی امیر توش بده آقا گوشی تو. یه زد تو صورتم یه زد تو صورت امیر. خب پس ما چه کردی؟ امیر گفت بزن منم با ساعت تو زدم. امیر دیگه گفت بزن میدونم چاقو بره؟ چاقو امیر بود به من بعد چاقو از شما بود؟ آره امیر از اشتباه بود. از شما خبر نداشت این دانشجو اونجا فهمیدی که این دانشجویه که خودش گفت ولی فکر کردین که دانشجویه. من چون نمی‌دونستم امیر گفتش این دانشجو حتما گفتم کجا گفتم نه معلومه دانشجو. ما خیلی زدیم و تو زدیم بهش و گرفتیم اومدیم محل. وایساده بود اون اینجا بود من اینجا بودم. چجوری زدی دقیقاً اینطوری تو رو؟ همینجوری. اینطوری زدی رو واقعا. آره. بعد که زدی چه اتفاقی براش افتاد؟ نشست؟ یه داد زد بعد نشست تا اون ول کرد نشست یعنی تا من نشست رو موتور بلند شدش. امیر عزیزی چرا چون موتور سنگین میری؟ تو موتور سی بی داری؟ داشتم آقا هم داشت بود از همون بیابون یه چیزی گوشی اونجا میگیرم میرم بالشم تو خالی اومد ما رو دید دویی برفتیم بغلش این دویی کیفش گرفت همونجوری که کیفش گرفت چاقو رو کشید برش اون میزنم و بده پسر گفت بیا گوشی رو که داد بیرون اینجوری کرد کیفمو بده اون میکشید یه چاقو بهش بده احمد تا سابقه ثبت لپتاپ داشت؟ لپتاپ نه گوشی خدا ببین بعد چی دیگه این با چاقو که داشت میزنن پسر یه که افتاد این فیلمو ببین خودتونی ببینی خودم واردی ببر بودم کیفو بده گوشی رو ببر مدارک توش رو کیفو بده گوشی رو ببر تا بازی کنی ها زد تو صورت من با دست گفتش حتما دانشجو